این هفته خبر تو خبر داره براتون از وضعیت قاراشمیش نظام ولایت و بسیجی هایی که صاحباشون مرده و صاحب جدیدشون هم سایلنته. ولذا من به یه عزیزی گفتم آقا اینجوری که تو داری میگی پس ما رهبر جدید نیاز نداشتیم دیگه. همونا بود دیگه. همونا بود. بله. پس امام جدید نیاز نداریم. اینکه ما امام جدید نیاز داریم، رهبر جدید نیاز داریم، یعنی به اقتضا باید رهبر جدید تصمیم بگیره. منتها رهبر جدید با اون مبانی آشناست، میدونه کدام جمله رهبر شهید به درد الان میخوره، به درد 2 ماه دیگه میخوره، میدونه دیگه. اینجاست که یه صداهایی از توی رژیم بلند میشه که خودشون هم نمیدونن چطوری جمع و جورش کنن. شما باید بدونید از این به بعد همینجوری حرفای جدید راجع به اینی که آقا بس کنید، تنگه رو بده بره، هسته ای رو بده بره، این حرفا دیگه همین از این به بعد همینجوری شنیده خواهد شد. این یکی هم اومده تحت عنوان خاطره گویی داره به وجود نفوذی و لو دادن توی نظام ولایت اعتراف میکنه. ایشون در یه خانه در پردیس، در فاز 2 پردیس، اونجا خانه یکی از دوستان بوده، یکی از مثلا آشنایان بوده، خانه دخترشون نبوده و از اون خانه های مثلا امن بوده که اینا دائم جاشون رو تغییر میدادن و بالاخره چگونه لو رفته بوده معلوم نیست. مداحان حکومتی هم به جای روزخونی مجبور شدن ریزش توی نظام رو مالکشی کنن. هی بیان بگیم عده‌ای دنبال دور زدن ولی فقیه هستن، شمشیر بر گردن ولی گذاشتن. عرض من اینه قطعا هر 2 مسیر غلطه، هر 2 مسیر غلطه. پاسخ در تبیین درست واژه مطالبه است. در حالی دارن صحبت از مالکشی میکنن که از اون طرف دنبال بخور از طریق تنگه هرمزن. برای اینکه این تنگه همونطوری که آقام فرمودن یه هدیه الهیه به ما و بقیه کسانی هم که چنین موقعیت هایی دارن ازش درآمدهای سرشاری دارن. مثلا فرض کنید با محاسبه‌ای که میشه تقریبا بین 90 میلیارد دلار سالانه میتونه برای ما درآمد داشته باشه. توی تیویریش هم خیلی بی‌تعارف از باجگیری حرف میزنن. یعنی یکی از این کشورهای مطرح غربی که زیادم با رئیس جمهور ما تماس میگیره، تو یکی از تماساش زنگ زده اولش و تبریک گفته شما موفق شدید آمریکا رو شکست بدید. اینو من تبریک میگم، شما چه کشور قدرتمندی هستید. اینها اگر لطف کنید اجازه بدید این 2 کشتی هم بیان و ما نیاز داریم و اینها. این یه خبریه که من گفتیم هر کی زودتر پول بده، کش پول بده، بفرمایید میتونن نقدیه رو پرداخت بکنن. حالا پولی که به دست میاد رو چیکار میکنن؟ همه رو خرج پاسدارا میکنن. و انشالله اون درآمدی که ایجاد میشود ما به 3 قسمت اون رو تقسیم کردیم. قسمت اولش به طور تقریبا 1/3 از این منابع و درآمدی که ایجاد میشود، چه به شکل نقدی چه به شکل تعادل، این رو در اختیار نیروهای نظامی و انتظامیمون قرار خواهیم داد. یه بخشیش طبیعتاً ترمیم و تقویت حقوق و در واقع دریافتی های کادر نظامی و انتظامی ما خواهد بود. تازه این فقط بخشی از تیغ‌زنی های آخونده است. توقیف اموال هم دکون جدیدشونه. دستور توقیف هم اموال منقول و غیر منقول بیش از 250 نفر از این اشخاص و کسانی که در کشور همراهی داشتن با جریان آمریکایی و صهیونیست دنبال کردیم. به مردم چی میرسه؟ تورم و گرونی. آقا سلام، خوبی؟ این 2 روغن هیچ فرقی با هم نداره. تاریخشون فقط یه ذره با هم فرق داره و قیمتاشون. خوب که دقت بکنید ببینید که 132 و 200 423 220% این روغن گرون شد. آخه من نمیدونم رو چه منوال رو چه اصولی 220%، یعنی شما 220% زیر رو حقوق مردم. بعدم توی تیویریش از این شوهای مسخره برگزار میکنن تا از این روزه ها بخونن. با اینکه گرونی هم شده
یه ذره اوضاع قیمت پنیر چرا گرون شده الان، تخم مرغ گرون شده، نمیدونم فلان، ولی یه چیز جالبی وجود داره و اونم اینه که من تو این شبایی هم که تو این تجمعات میرم خیلی زندگی در جریانه. مشنگستان این هفته رو با جدیدترین خالی بندی ها درباره عظمای سقط شده شروع میکنیم. ایشون وقتی رهبر بود تا سالها یخچال نداشت تو خونه. آقای رفیق دوست یه گوسفند قربانی کرده، ایده قربان فرستاد منزل ایشون، چون برگردونده بودن بهش گفتن که حالا دلشون هم نمیخواست بگن چون آقا شاید نخوان، آقا یخچال نداره، کجا نگه داره، برای هر روز برای 2 سیر گوشت برای همون روز میخرن و لذا اینا رو مردم نمیتونن سالها. اینم برای اینکه عقب نیفته رفته سراغ خالی بندی از زندگی امام گور به گوریشون. من در مورد امامم از خدا رحمت کنه شهید دکتر طباطبایی میشنیدم، مثلا ایشون میگفتن که فرماشتون یادتون نره توی نجف قبل انقلاب ایشون تو آلمان درس میخونده، جوانی بوده دکتر طباطبایی، میشن برادر عروس امام. بله. خانم فاطمه طباطبایی، دکتر فاطمه طباطبایی، ان شاءالله سالم باشن. گفتن من هر وقت که میرم بخاطر یه هدیه میبرم، بعضی وقتا هم اتکلون میبردم و اتکلون روز و جدید و اینا میبردم و خیلی هم آقا علاقه داشتن. حالا این اتکلون رو میگم یه بار من آخرین اتکلونی که فلان مارک اومده بود توی آلمان برای امام خریدم بردم نجف، بعد باز کردیم و اینها و دادم خدمت آقا بو کردن، یه لحظه بو کردن اسمشو گفتن آها این اتکلون فلانه، من فهمیدم که این اتکلون جدید و یه نفر قبل از من هم به امام و یا گفتن نشسته بودیم و حرف میزدیم، اذان ظهر شد، نزدیک اذان ظهر شد، آقا عمامه و لباده و قبا و عبا بلند شدن که برن حرم حضرت امیرالمومنین شاید یا مسجدی که نماز میخوندن، تا دم در رفتن و دیدم برگشتن. گفتم چی شد آقا؟ گفتن که جورابم. گفتم چه جورابتون پاره است؟ بعدش گفتن نه رنگش به عبام نمیاد. بله. خانم سلیمانی رنگ جوراب به عبا نمی اومده. بقیه کارشناسای رژیمم سرگرم تولید محتوا در صنعت قمپوز درکنی هستند. یه 4 تا مینای پیشرفته بله ببریم، همه چیز ما میتونیم انجام بدیم، در کل دنیا محور مقاومت داریم، عملیات کننده داریم. ببریم تو مثلا خلیج جای مختلف، خلیج فلوریدا و یکی دو خلیج دیگه هم دارن، ببرید اونجا یکم حال کنه، اینم یه بالاخره 2 ماه، چون مین سخته خنثی کردن، پیدا کردن، آب جریان داره، بعد همش مینه رو آب نیست، مین زیر آب داره، بره یکم الاف شن. حالا بشنوید از آخوند رسایی و تازه ترین دغدغه هاش. برای چی شما میبینید دانشمند ما میره شهرستان خونه پدر مادرش میره همونجا ترورش میکنن؟ پس شما چرا الان دسترسی دارید آقا؟ من با چی دسترسی دارید؟ به من توصیه کردن، گفتن آقا همه اینا رو خاموش بکن، جاتو عوض بکن. البته قبلا این پاسدار عباسی از نقشه هاشون برای اینترنت رونمایی کرده بود. جمهوری اسلامی باید سریع در اسرع وقت از وزارت ارتباطات اینترنت رو بگیره بده به نظامی ها. این کار رو ما قبلا در دبیرخونه شورای عالی امنیت ملی انجام دادیم، در 10 سال پیش توجیهشون کردیم. کمیسیون امنیت ملی مجلس رو برای اینکه وزارت ارتباطات مقوله اینترنت رو بعد واگذار کنه به نظامی ها رو توجیه کردیم. بله. ستاد کل نیروهای مسلح رو همون 10 سال پیش توجیه کردیم. این هم تازه ترین نوآوری آخوندا برای جلوگیری از ریزش در سیرک‌های خیابونی. کبیر پدر و سگی پسر جاشو میگیره، هشدار به تمام حکام عربی، شکم بارگان برجای علوی، وقت رفت رو میز قبیانی با ترنده اینجا پدر بیانی، تنگه هرمز رو تنگش کردیم به آب گرم کنان گرمش کردیم، مگه نگوشتی خریک فارسی، پس چرا تنگه هرمز باسی، رد پاتونم تو منطقه نمونه، ورود سگ و آمریکا.